اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان و عاشقان این علم. دوره ما حالا به تبع من سعی میکنم که از یک تعداد نرم افزارها و یک تعداد ابزاراتی استفاده بکنم که نهایتاً بتونم منظور خودم رو از لحاظ آسترونومی و یا آسترولوژی برای دوستان بهتر برسونم. و در این راستا ابتدا برای شروع نیازه که ما با یک دید کلی به قضیه و سیستم تفسیری و یا سیستم آسترونومی خودمون رو یک کوچولو بشناسیم، بعد وارد نجوم احکامی بشیم. و برای این امر بنده شما رو با این نرم افزار آشنا میکنم و دوست دارم که با بعد بیشتری از این در خصوص اینکه ما داریم کجای این هستی زندگی میکنیم و آسترونومی و آسترولوژی چگونه به وجود اومده بیشتر صحبت بکنیم. خب تصویری که شما مشاهده میکنید برگرفته از یک تعداد ستارگان که به اصطلاح ثوابت میگیم بهشون، خب که با عنوان کمربند خیالی دایره البروج هست و صحبت بسیار داریم در جلسات آینده با خصوص این ستارگان. و یک سیستم خورشید محوری میبینید شما، خب به مرکزیت خورشید میبینید شما، خب که همه سیاراتی که قراره در موردشون صحبت کنیم در این سیستم تفسیری و احکامی به دور خورشید میچرخن. حالا قبلا نظریه های زیادی بود، حتی مثل زمین مرکزی، و عقیده بر این بود که همه سیارات حتی خورشید به دور زمین در حال چرخش هستند. حالا نظریه های بسیار زیادی در طول تاریخ، ایده های زیادی از طرف منجمین و حتی منجمین آماتور، نه حتی صرفا بگیم که منجمینی که قهار بودند، خب نظریه پردازی شده و نهایتا نجومی که امروز در دسترس ما هست، علم اون رو، گذر زمان اون رو صاف و صوف کرده، اینه که خورشید محوری هست. یعنی همه سیارات ما طبق چرخشی که دارند، خب حول محور خودشون به دور خورشید میچرخند. حتی کره زمین ما، حتی اورانوس، مریخ و یا مرکوری. حالا من سعی میکنم که همیشه اصطلاحات عربی استفاده بکنم در آموزش هایی که قراره با هم دیگه اجرایی بکنیم. خب پس ما یک حرکت هایی داریم، یک تعداد ستارگان، یک تعداد قمرهای و یک تعداد سیارات داریم که اینها مدام در یک راستای خاصی، در یک مدار خاصی هر کدام، خب بدون اینکه به یکدیگر تداخل وارد کنند به دور خورشید میچرخند. خب این چرخش پیامدهای خاصی داره. خب این که با چه سرعتی دارن حرکت میکنن یا در چه مداری یا در چه فاصله از خورشید دارن میچرخند، اینا همشون موضوعاتیه که باید بهشون بیشتر پرداخته بشه و در طول دوره با اینها صحبت داریم. خب ببینید، ما برای شروع یک شناخت پیدا کردیم، خب از اینکه مجموعی از ستارگان، سیارات، خب در حال چرخش هستند و این چرخش و زاویه گرفتن اینها از همدیگه، خب مثال میگم مثل خورشید، مثل ماه و کره زمین، اینها در حالتهای خاصی از چرخش خودشون بعضا منجر به خورشید گرفتگی و یا بعضا به ماه گرفتگی میشه. اینها نسبت به حرکت یکدیگر هستن که اینها رو ایجاد میکنند. یا از لحاظ آسترونومی اگر بخوایم که بیشتر صحبت بکنیم، همه اینها یک مواردی رو ایجاد میکنند، یک درجاتی رو ایجاد میکنند که حالا به اصطلاحات
علم نجوم بعضا مقارنه میشه، بعضا تسلیس میشه، بعضا تربیع میشه، که حالا در خصوص اینها قراره که در جلسات آینده با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. صرفا این جلسه رو اجرا کردم که دوستان متوجه بشن که سیستم تفسیری ما بر اساس خورشید محوری، یعنی به مرکزیت خورشید، و قراره که احکام رو بر حرکت همه اینها با هم دیگه بررسی بکنیم و به بخش عظیمی از احکام نجومی برسیم انشاءالله.